تندرستی یکی از اصلی ترین دلایل گردن درد و حتی سردردهای روزانه همین جلو اومدن سر موقع کار با گوشیه. 90% کسایی که زیاد پای گوشی و لپتاپن فوروارد پوسچر دارن ولی خودشون خبر ندارن. یه تست ساده برای فهمیدن این موضوع وجود داره. جلوی آینه وایسا یا از خودت عکس بگیر. اگه لوب گوشت روی شونه باشه، پوسچر طبیعیه. اگه جلوتر باشه، یعنی گردنت افتاده جلو. 3 حرکت ساده که برای اصلاحش میتونی انجام بدی اینه. چین تاک گردنو بده عقب. 5 ثانیه نگه دار، بعد رها کن. دستاتو ضربه‌دری پشت گردن بذار، آرنج بالا، گردن عقب، 5 ثانیه نگه دار. همین الان ویدیو رو ذخیره کن که بعداً هم بتونی استفاده کنی. دستها رو پشتت قفل کن و بکش عقب. همزمان گردن رو عقب بده، 5 ثانیه 7 ثانیه نگه دار. هر حرکت رو 25 تا 30 بار تکرار کن. به مرور گردنت صاف میشه و پوسچرت اصلاح میشه. اگه این ویدیو برات مفید بود ریپوست کن و بفرست برای دوستات تا اونا هم یاد بگیرن.